سلام دوستان عزیز، برنامه ترانسفر در عمل رو بعد تنفس‌های نه آنقدر طولانی منظورتان میکنیم و این نوبت موضوع ما به پرگی از ترانسفرهای تاجیکی اند. روزنه ترانسفری در فوتبال تاجیکستان روز 20 مارت رسما پوشیده اعلان گردید. پس بیایید نظر کنیم 12 دسته لیگ عالی چه تغییراتی کادری انجام رسانیدند. سرآغاز گفتن از ترانسفرهای واقعی اول از تنگکوچه آوازه ها میگذاریم. آوازه مهم و قابل توجه آن است که دسته سیتی فوتبال کلاب امارات متحده عربی میخواهد فوتبال بازی جوان کشور عبدالفتاح خدایدادزاده را به دست بیارد. این بازیگر جوان تاجیک که موسم قبلی در روشن کلوب شروع کرده بود، موسم نو در صف کوکتاش برآمد میکند. در این باره حیفه جهانی فوتبال تاجیک میرساند. اگر ترانسفر واقعا عملی شود، پس در این دور و زمان رسیدن از کوکتاش ناحیه رودکی تا دبی هم هیچ کاری مشکلی نیست. گپ که سری روشن رفت، از پرابلم های آن هم باید گفت. چند پیش معلوم شده بود که بازیگر این دسته ساموئل افاری را تحصیلات پیراهن خویش پوشانید، ولی چطوری پس آن روشن شد کار تماما دیگر بوده است. روشن و دسته‌های خریدار بر روشنی گفته است که تنها بر عوض 200,000 سامانی تیم‌های داخل می‌توانند بازیگر را صاحبی کنند، ولی چطور دیدیم حاصلات در این گفت و شنیدها نتیجه مثبتی به دست آوردن نتوانست و آفاری هم بالاخره از کلوب یگان قدم دیگر دور نرفت. همزمان معلوم شد که بازیگر گانگی نوخرید روشن کلوب الحسن مسعودو که با یک دبدبه و ولوله شامل تیم شد و بس آوازه ها هم اطراف او چرخ زدند، در صف این تیم برآمد کرده نمیتواند. معلوم گردیده است که سابق بازیگری دسته های معروف اروپایی شرطنامه را با یکی از تیم‌های مصری بیکار نکرده به کلوب آمده است. پول است که یکی از لگنرهای آوازه‌دار این تیم را ضرور می‌آید که دیگر باره از کجایی که آمد به آنجا رود. مسئولان این تیم در کارهای ترانسفری و منیجران مربوط باید از این پس وقتی دعوتی نفران از بیرون اندک جدیت را پیشه نمایند. در مورد کارهای بازاری این تیم اگر یک سخن زیادتی دیگر علاوه کنیم، محمد نسکوف به یگان جنگ و جنجال و بدون یگان اختلاف کاری با دسته روشن قرارداد همکاری 1 ساله به امضا رسانیده است. ولی اگر به آمار و رقم‌ها و شماره بازیگران خارجی کشور ما یک دقت کنیم، این موسم به قول صحیفه فیسبوکی جهانی فوتبال تاجیک 63 بازیگر از 17 کشور دنیا در لیگ عالی هنرنمایی خواهند کرد. شماره از همه زیادی لیگ ایران نمایندگان کشور گانا میباشند که 15 نفرند. اینها را اگر یک جای ببینی گمان میرود که شمارهشان از دانشجویان هندوی دانشگاه طبی هم بیشتر است. در زینه دیوم افریقاییان کشور کامرون میباشند که 14 نفرند. ساموئل اتو اگر بفهمد که چنین قدر همشهریانش در تاجیکستانند، انیق به خبرگیریشان میآید. بازیگران ازبکستانی باشند با شماره 13 نفر تنها در زینه سیوم قرار دارند. این هم نفرانی هستند که با یک دم سرحد را گذشته بازی در لیگ ما را قبول کردند. در ادامه سخنسری نمایندگان ازبکستانی لیگ عالی باید گفت که متخصص ازبک نومان حسنوف که عین حال سرمربی استروشن است، باز همشهری دیگرش الکساندر کیت را به استروشن آوردنی بود، ولی چطور رسانه های پیشتازی داخلی می نویسند جانب ها سر جزئیات های شرطنامه به موافقه نرسیدند. آوردن کیت را نومان حسنوف برای آن قرار کرد که در صورت دیگر باره بردن استروشن به لیگ اول تنها خود او را عیبدار نکنند. اکنون درباره دسته بزودی بازگشت کننده به لیگ عالی حرف میزنیم. این هم تیم رگارتاداز از شهر تورسونزاده است که اول با مربی ایرانی مسعود نظرزاده به موافقه نرسید و بعداً با زینالدین رحیموف شرطنامه امضا کرد. این همکاری دو جانب معنای آن را دارد که در موسم نوین سرمربی دسته رگارتاداز شهر تورسونزاده زینالدین رحیموف خواهد بود. اگر اطراف چهره‌های نوی رگار حرف زنیم،
اینها دروازه‌بان ابراهیم اسماعیلوف، دفاعگران عبدالخالق علیموف، رمیز بیگیشف، اسیلبک تیمیروف و عثمان قاسم، نیمه‌حمایه‌گر جانسون اووسو، حمله‌وران خورشید تیمور جورایف، امانوئل فریمپونگ و الچیبک رشیدبکov میباشند. این هم البته روی خط آن بازیگران نوی رگرتاداز بود که تلاش میکنند اقلاً در این موسم لیگ عالی قامتشان و مثال دودبراهای زواد تلک و راست باشد. اگر اطراف سوداکاری‌های نماینده ناحیه رودکی گپ را دوام دهیم، آنجا کوکتاش هم صاحب سرمربی نو شده بود. این نفر حکمت الله شریفوف است که پیشتر در تمرین‌ها زباندان اصیل یا خود پلیگلوت بودنش را نشان داده بود. دروازه‌بان کوایه گاتسون از رگرتاداز، میزراب عثمانوف از شادمانی حصار از زمره آن بازیگران نوی کوکتاش به حساب می‌روند. به نظرم سرمربی کوکتاش موسم جدید و مثال حرف زدن به 5 زبان در تمرین‌ها راهی رسیدن به 5 پیروزی زودترین در لیگ عالی را هم پیدا کرده می‌تواند. نمایندگان کارچلان لیگ فوتبال از شمال کشور هم البته در راه پرقوت کنی دسته‌های خویش سخت دست به کار شدند. مثلا به صف خوجند فوتبالباز روس دنی دالیف پیوست. دالیف در گذشته در صف یک قطار دسته‌های دیویزیون دوم سوم برآمد کرده با پیوست شوی به صف عقابان کناری دریای سیر اکنون در لیگ عالی سینه سپر می‌کند. باید گفت که خوجند بعد برآمد نابرار در موسم قبلی امسال با نیت برگردانیدن شحن و اعتبار به میدان می‌آید، ولی این هم در حال است که لانه عقابان تا به حال با روشنی تامین کردن نشده است. رقیب ازلی خوجند در منطقه شمال است روشن باشد با بازگشت به لیگ عالی چند ترانسفرهای رنگین انجام داد. یک بازیگر نو خریدی است روشنی ها بک دودانی می باشد. همزمان یک از تیم‌های سرمخلص‌ترین وطنی با بازیکنان خود شهزاد عنایتوف، اتابک کریموف، بختیار عبدالرحمنوف، امیری فرهاد، فریدون دهقانوف، اسدبک زیازاده و دروازه‌بان دلیر براتوف برای یک سال دیگر قراردادها را تمدید کرد. 4 بازیکن ازبکستانی دیگر از جمله جواهر رسولوف، جهانگیر احمدوف، میرزاهید میرزا محمودوف و جمشید حسنوف از زمره نفرانی شدند که بعد 9 ماه حسنوف چون بچه‌های خودی مرز کشور ما را عبور کردند. یک تیم دیگری قوی در منطقه سوخت این اسخط است که موسم گذشته را با اشغال زینه سیوم جنبست کرده بود. یکی از گزارش‌های روشنی ترانسفری بانکداران این پیوستن شفقت حاتم به این تیم باشد. اکنون از روی منطق وظیفوی فتح‌الله باید که در گلزنی‌های شفقت سخت کمک رسان باشد. با گفته خودی فتح‌الله وظیفه‌اش در میدان تامین حمله‌وران با پرتافت‌های گلی می باشد. دسته قوی ترین مملکت که چون قهرمان فعلی و معرفگر ارزنده فوتبال ملی در خارج است در قیاس با تیم‌های دیگر از ترانسفرهای خویش دیرتر اعلان کرد. اول اطراف این نفرانی رفتگی این تیم میگویم حیدر ستارو و صلاح‌الدین ایرگاشف تاریخ اجاره در دسته وحش هنرنمایی کرده شهرت شانظرف باشد به تیم خوجند رفت. اینها جوانانی بودند که بهر کسب تجربه به سمت دیگر رفتند. استقلال دوشنبه نوبت با حمله‌ور نیگریوی بلسینگ الک شرطنامه امضا کرد. نفری که بار اخیر در کشیم انتلرز ژاپن برآمد میکرد. کیتا سوزوکی از ژاپن دومین ژاپنی استقلالی ها بعد ریاتا نامه گردیده این موسم در ردیف لیگنرانی دیگر باید ارزنده شرف استقلال را در رقابت‌های داخلی و برون مرزی حمایت کند. بعد آنی که روشن برزیلی خود را به همگان اعلان کرد استقلال هم با موریلو سوزا شرطنامه امضا کرد. دستپروری دسته کروزیرو بعد کسب تجربه در لیگ‌های عربستان سعودی، پرتغالیا و اوکراین صدا در فوتبال تاجیکستان بلند خواهد کرد. دستپروری جوانی باشگاه تامی روسیه مهران مدامینوف باشد یک بازیگر دیگر نو استقلال گردید. نفر خارجی دیگری که این موسم ما در استقلال می‌بینیم البته که سرمربی است. بازگشت نیکولا لازارویچ سربی به دوشنبه محض به خاطر تمرین دیگر برای استقلال است. و سربی 46 ساله نوبت هموطنانش پردرک پیشیچ، جورج کارالیچ و سابق کاپیتان دسته دلشاد واسیف کمک می‌کنند. وظیفه مربی دروازه‌بانان را همان دمیتری تیاپوشکین بر عهده خواهد داشت. این مربی هم یگانه نماینده وفادار به سیستم استقلال بعد رفتن ستاد کاری بزرگی چریفچنکو گردید.
همزمان سربی دیگری که به صف استقلال آمد حمایتگر کناری راست سلاوکو لوکیچی می باشد. اگر در مورد بازگشت های خود به زمان بین المللی کامبک ها حرف زنیم، استقلال همچنین از بازگشت امیربک جورابایف، رستم سویروف و الکسی لارن خبر داده بود. خلاص که آمدن چهره های جدید و بازگردانیدن نفران پیشین به دسته از آمادگی خاص استقلال را به موسم نوین نشان می‌دهد. تا کجا استقلال می‌تواند با این ارتش جدید در سنگرهای بین المللی موفق باشد، البته که فرصت‌ها نشان می‌دهند. در این برابر باید اشاره کرد که متخصص ایرانی امین سبحانی نیز اخیراً از فوتبال تاجیک کنار رفت. آقای سبحانی با دسته خزر لانکرانی کشور آذربایجان شرطنامه 1 ساله امضا نمود. دسته خزر لانکران که سال گذشته در لیگ یکم آذربایجان با اسم الیانس برآمد میکرد، شروع از موسم جدید به لیگ عالی این کشور راه یافت و دیگر باره با اسم تاریخیش خزر لانکران در مسابقه قهرمانی کشور آذربایجان برآمد خواهد کرد. همین طریق سابق سرمربی دستای کلوب مرکزی ورزشی ارتش و حاصلات تلاش دسترسی به کامیابی ها در لیگ عالی آذریان میکند. با ادامه سخنهای ترانسفری های تیم های محلی به منطقه ختلان رهسپار میشویم. آنجا تیم پنشیری جلال‌الدین بلخی بعد بازگشت به لیگ عالی با قول در بازار ترانسفری یک شاپینگ بزرگ هم انجام داد. در نتیجه داوای ترانسفری به تیم بایر ایگنبردیف 4 بازیکن خارجی سیار رادین از ایران، الکساندر نگانگینگ و اندره سرژنکو از کامیرون و پیتر سارکودی از گانا آمدند. مهلت قراردادی کاری با همه این بازیگران 1 سال را تشکیل می‌دهد. پنچر با نیت رقابت شیرانه به لیگ شیردار آمد و باشد که این دسته ختلانی نه برای بازگشت به لیگ یکم اینجا آمده باشد. در برابر پنچر همچنین دسته با نام سابق ختلان و عین حال با نام وخش به لیگ عالی بازگشت انجام داد. بازگشتی به زودی این تیم آوازدار با ترانسفرهای سرعتناک انجام یافت. رهبریت نوی دسته بازیگران هرچی بیشتری نو را به تیم جلب کرده سرگئی یاورسکی و نیکیتا پترمن از اوکراین از زمره آن بازیگران خارجی تیمند. سرگئی یاورسکی بازیکن خط دفاع بوده در دسته‌های شختیار و المپیک اوکراین، تابول قزاقستان و لاکشتندل آلمان هنرنمایی نموده است. نیکیتا پترمن باشد بازیکن خط میانه میدانی بوده در دسته‌های ماریوپول اوکراین و توران قزاقستان بازی نموده است. کلاسیکار که بازیگران اوکراینی را نه فقط روشن در لیگ ما دارد، بلکه تیم وخش هم با اوکراینی‌های خویش میتواند در موسم جدید بهره گرفتن جایزه ها گردنشخی نماید. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پیروز باشید.